سلام خدمت دوستان. ببینید بعضی وقتای یخچالایی میارن، شما هوا میزنید و نشتیش معلوم نیست و با دردسر مواجه میشید. خیلی از دوستان فکر میکنن خب حالا که نشتی نداره پس ببندیم، یه سرویس کنیم ببندیم، در صورتی که اینجوری نیست. باید شما نشتی رو پیدا کنید. بالاخره این گاز یه جای خالی شده، باید اونجایی که گاز خالی کرده رو حتما پیدا کنید. یکی از جاهایی که خیلی کم باعث شک میشه لوله برگشته، لوله هایی که عایق دورشه، یعنی یه عایق تمام از اینجا تا پهلو موتور پلشه. حالا اتفاقی که میفته موقعی که برگشت خنکه عرق میکنه یا برفک میزنه، این عایق اون آب رو نگه میداره برای زمانی که سرد نیست دیگه، برفک نیست، اون آب دوروبر این لوله باقی میمونه، خوردگی به وجود میاره. خب معمولا هم به صورت با کپ صابون و این حرفا پیدا نمیشه. یکی از راههایی که میتونیم تشخیص بدیم یا لااقل شک بکنیم به این صورته که ببینید من اینجا رو اگر یه مقداری بصابونم، یه نقاط ریز مشکی رنگی، اگه بتونم من فیلم بگیرم، یه نقاط مشکی دونه دونه ای بعد از اینکه اینجا تیغ میکشم، یعنی اینجا رو با یه چاقو یا با پشت چاقو یا با تیغ مکتبری خط میزنیم. حالا این خط زیرش نقطه های مشکی کوچیک کوچیکی پیدا میشه که این نشونه خوردگیه. ممکنه یه جا این خوردگی کمتر یه جا بیشتر باشه. حالا اگر دقت بکنیم اینجا پهلو موتور، ببینید این لوله برگشت، این لوله رفت. خب یکیش میبینید سفیده و یکیش تیره رنگه. این لوله تیره رنگ لوله برگشته که اینجا کم کم داره به چربی متمایل میشه، حالت چربی پیدا میکنه. میبینید اینجا غبارایی که چسبیده الان ببینید اینجا سفید شد ولی روکشش سیاه، و اینجا جایی که بیشتر امکان خوردگی داره. اگر اون نقطه سیاه به شدت یعنی تعداد زیاده و در بعضی قسمت ها فرو رفتگی ها زیاده، حتی اگه نشتی نداره عوض کنید. یه تیکه لوله مسی قیمتی هم نداره، کارتون تمیزتر انجام میشه. این هم یه موردی بود که من گفتم تا یادم خدمتتون عرض کنم.